سلام رفقا، چطورین؟ من سپنتام و اینجا سپیکسته. خیلی خوشحالم که دارید به قسمت ششم این پادکست گوش میدید. در این قسمت میخوام درباره دیزاین سیستم ها صحبت کنم. مبحثی که خب قطعا اسمش رو شنیدید اگر که وارد فضای طراحی رابط و تجربه کاربری شدید، اگر هم که خب یک بازی خوبیه که دارید کار میکنید، قطعا باهاش کار کردید. من توی این قسمت میخوام یکم بیشتر باز کنم دیزاین سیستم رو، مخصوصا برای بچه‌ای که تازه شروع کردند، اینکه چه خوبی داره و چه اهمیتی داره و یه سری سوالات متداول رو اینجا با هم دیگه پیش ببریم. خب اول که دیزاین سیستم چیه؟ دیزاین سیستم یه مجموعه است از یه سری چیزمیزهای مختلف. این چیزمیز چیه؟ یه سری استاندارد، اصول، الگو، اجزا، کامپوننت و اتفاقات مختلفه که یک حالت یکپارچه و سازماندهی شده کنار هم قرار میگیره و به ما به عنوان طراح رابط و تجربه کاربری داده میشه تا ما بتونیم یک دیزاین یک پارچه تری داشته باشیم، یک تجربه کاربری یک پارچه تری خلق کنیم. در واقع نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که وقتی که یک محصولی قرار توسعه داده بشه، خب این محصول خیلی کامپوننت های مختلفی داره، حالا چه در لایه کامپوننت های دیزاین، چه حتی موضوعیت رنگ و فونت که شاید همه جای اپ، توی سوشال مدیا و جای مختلف درگیر میشه، حتی تجربه‌ای که ما داریم برای مشتری در زمان سرویس دهیمون انجام میدیم و کلا وقتی که ما یک محصول یک پارچه‌ای میخوایم داشته باشیم که اگه میگیم فلان برند یک پارچگی داره و چقدر فلان تجربه خوبی داره، ما باید برگردیم به اینکه این اجزا رو چطور کنار هم منسجم ببینیم و دیزاین سیستم در کنار خیلی چیزهای دیگه کمک میکنه که ما یک محصول یک پارچه تری داشته باشیم. مثلا اگه ما میخوایم یک جای یک دکمه داشته باشیم، خب این قرار نیست که هر جای دکمه یه جای جوری باشه، هر جای یه رنگی باشه، هر جایی یک اندازه گردی گوشه داشته باشه. منطقاً باید یک الگو و یک پارچه بودنی رو ما اینجا داشته باشیم تا بتونیم از این برای دیزاین یک پارچه‌مون استفاده کنیم. حالا کلا دیزاین سیستم چندین بخش داره به نظر من و از چندین لایه میشه بررسی بشه. اینم بگم که هر دیزاین سیستمی میتونه یک سری چیزها رو داشته باشه، میتونه یک سری چیزها رو کمتر یا بیشتر داشته باشه یا اصلا نداشته باشه، بسته به دیزاین سیستم داره. به طور کلی ما دو مدل دیزاین سیستم داریم. یه سری وقتا ما دیزاین سیستم رو خودمون طراحی میکنیم، یه سری وقتای دیگه از یک دیزاین سیستمی استفاده میکنیم. حالا مثلا چی؟ مثلا اینکه وقتی که ما یک محصولی روی پلتفرم شاپیفای میخوایم توسعه بدیم، باید از دیزاین سیستم پولاریس شاپیفای استفاده کنیم اگر مثلا میخوایم که بیلد فور شاپیفای باشه. یا مثلا اگر که شما میخواید در شرکت دیوار کار کنید، باید از دیزاین سیستمی که شرکت دیوار توسعه و ساخته استفاده کنید. پس ما اینجا داریم از یک دیزاین سیستم اصطلاحاً پری بیلد، پیش ساخته استفاده میکنیم که میشه مجموعه ای از اتفاقات مختلف که در یک فایلی برای ما قرار گرفته شده. یه سری وقتا اما به هزار یک دلیل مختلف ما تصمیم میگیریم دیزاین سیستم خودمون رو بسازیم که مجموعه ای از اون آیکان ها، باتن ها، چک باکس ها و چیزهای مختلفی که حالا در ادامه بیشتر با هم باز میکنیم رو در کنار رنگ و اصول طراحی و تایپوگرافی و اتفاقات دیگه کنار هم قرار میدیم تا یک دیزاین سیستمی رو برای محصولمون بسازیم و از اون دیزاین سیستم برای دیزاینمون استفاده کنیم. نزدیکترین مثالی که میتونم به دیزاین سیستم برای درک بهترش بزنم موتورهای بازی سازیه. مثلا اگر شما فیفا بازی میکنین، خب باید بدونین که فیفا رو همینطور نمیدونم فیفا رو بسازن. اول موتور بازی سازیش رو ساختند که مجموعه ای از قابلیت ها رو به اون شرکت میده که بتونه باش توسعه بده بازیش رو، و بعد با اون موتور اومدن بازی رو ساختند.
دیزاین هم همینه. ما از یک دیزاین سیستم کمک میگیریم یا دیزاین سیستمی رو میسازیم و از اون دیزاین سیستم کمک میگیریم برای دیزاین خود اپ. حالا دیزاین سیستم چیا داره؟ خب خیلی بستگی داره به اون دیزاین سیستم، همونطور که بهتون گفتم، ولی یه سری چیزها رو معمولا همشون دارن. اول اینکه یک پالت رنگی، یک کاربرد رنگی رو دیزاین سیستم معمولا داره و توضیح میده که مثلا من برای جایی که میخوام رنگ برند استفاده کنم این رنگ رو استفاده میکنم، یا این رنگ پرایمری برند منه، این رنگ نوترال منه. وقتی که روی یک چیزی هاور میکنی، رنگ هاور مثلا روی تکست اصلیت اینه، رنگ سکندری و همه اینجور موارد رو ما در کالر پالت برای یک دیزاین سیستم داریم و کم و زیاد داره. یک دیزاین سیستمی مثل Untitled UI خیلی کامل میاد همه چی رو تعریف میکنه. یک دیزاین سیستمی مینیمال تر میتونه باشه. باز میگم خیلی 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 بستگی به اون اتفاقی داره که ما داریم. در کنار رنگ تایپوگرافی رو داریم که ما چه فونت هایی رو داریم، فونت استانداردمون، اندازمون، وزنمون، نحوه استفاده از فونت هامون توی متن، تیترها، هدینگ ها، ساب تایتل ها و اتفاقات مختلف چیه، سبک متنمون چیه، کجا بولده، کجا ایتالیکه، کجا آندرلاینه. همه اینها رو در لایه تایپوگرافی دیزاین سیستم تعریف میکنه. یک چیز دیگه که میتونه دیزاین سیستم داشته باشه دیزاین پرینسیپل، اصول طراحیه که مثلا اگر میخوای فاصله ای رو اینجوری انجام بدی از این فاصله استفاده کن، یا مثلا مضرب 4 بذار، یا چه میدونم مثلا این رنگ رو اگه میخوای استفاده کنی حتما حواست باشه که موضوع مثلا دسترسی پذیری و اکسسیبیلیتی رو خوب رعایت کنه. خیلی از دیزاین سیستم ها همین موضوع دسترسی پذیری یا اکسسیبیلیتی رو خیلی خوب رعایت میکنن که شاید اصلا توی یه قسمت دیگه من کاملا درباره این هم با شما صحبت کردم. ولی مثلا میگه اگه میخوای جایی رنگ سفید رو بک‌گراند قرار بدی، از این رنگ ها روی بک‌گراند سفیدت استفاده نکن، چون باعث میشه که خیلی خوب دیده نشه و برای افرادی که مثلا مشکل کوررنگی دارن دیزاینت خوب دیده نشه و کلی موارد دیگه. دیزاین سیستم معمولا یک بخش داکیومنتیشن یا مستندات داره که راهنمای استفاده دیزاین سیستم رو توضیح میده، مثل یک دفترچه یادداشت، دفترچه راهنمایی که شما وقتی یک محصولی میخرید درون اون بسته قرار گرفته، یا مثال به شما میده، مثلا میگه اینجا یک مثاله که شما میتونی ببینی که چطور داره این کار میکنه. اما کنار این دو المان اصلی رنگ و تایپوگرافی ما خود کتابخانه‌مون رو داریم، لایبرریمون رو داریم که حالا معمولا میگیم کامپوننت لایبرری یا کتابخانه اجزا. این چیه؟ میشه اون مجموعه المان‌های پایه دیزاین که توی دیزاین سیستم تعریف میشه. مثل چی؟ مثل دکمه که میگه آقا مثلا در این دیزاین سیستم ما این تعداد دکمه رو داریم، این رنگ ها رو داریم، حالت های مختلف رو داریم، اگه هاور کنی مثلا پرس کنی یا دیسیبل باشه این دکمه چطور باید استفاده بشه. این المان ها رو ما معمولا نمیایم مستقیما تو دیزاینمون بسازیم، اول میایم توی دیزاین سیستم تعریفش میکنیم و بعد استفاده میکنیم. در کنار دکمه خیلی چیزهای دیگه داریم مثل اینپوت فیلد ها، فرم های ورودی، چک باکس ها، رادیو باتن ها، نویگیشن ها و کلی اتفاقات دیگه. همینطور که بهتون گفتم تعدد این موارد بسته به دیزاین سیستم خیلی خیلی میتونه متفاوت و کم و زیاد بشه. یک چیزی که یک سری از دیزاین سیستم ها دارند پترن های استفاده از کامپوننت لایبرری ها. حالا یعنی چی؟ مثلا میگن آقا اگر یک صفحه لاگین میخوای بسازی میتونی اینطوری اینپوت فیلد رو در کنار باتن و آیکان و قرار بدی تا این صفحه رو بسازی. یعنی خود دیزاین سیستم ممکنه که بیاد و یه سری الگوهای طراحی شده رو برای این صفحات بسازه تا شما بتونی ایده بگیری. مثلا دیزاین سیستم مثل Untitled UI در کنار اینکه اومده و کامپوننت لایبرری ها رو خیلی خوب و خفن تعریف کرده و داره ارائه میده، یک مجموعه ای از این الگوها رو هم برای شما میسازه، مثل داشبورد، مثل سایت
یک لندینگ پیج و صفحات داخلی که شما میتونی ایده بگیری یا استفاده بکنی برای خود طراحی که شما داری انجام میدی. حالا چه مزایایی داره این دیزاین سیستم در کنار مواردی که بهتون گفتم؟ مهمترین نکته ای که اینجا هست به نظر من سرعت و کارایی. یعنی دیزاین سیستم به شما این اجازه رو میده که به جای اینکه بری از اول چیزی رو بسازی، از صرف طراحی کنی، این الگو و اجزا و رنگ و همه چیز از اول واقعا فکر کنی و بسازی، از یک دیزاین سیستم آماده ای استفاده بکنی، کاستومایز یا شخصی سازیش بکنی و اون رو استفاده بکنی. میدونیم دیگه چابکی، اون اجایل بودن خیلی جاها، خیلی جاها واقعا زمین بازی رو عوض میکنن توی فرآیند طراحی و توسعه ما. مورد دوم سازگاریه به نظر من باز که اگر مثلا شما تیمی دارید که چندین تا دیزاینر مختلف داره، اگر یک دیزاین سیستم واحدی نباشه که شما از اون استفاده کنی و همه بدونن باید از چه مدل اجزا و صفحاتی استفاده کنن برای دیزاین اون محصول، خب خیلی جا ما کانفلیکت میخوریم. پس خیلی مهمه که یک سازگاری بین افراد تیم باشه، با این دید که یک المان واحدی اون وسط ساخته شده و همه دارن از اون استفاده میکنن. فردی یهو نمیاد یک دکمه، یک باتنی رو بر اساس نظر خودش یهو بسازه و کلا متفاوت کنه همه چی رو. یه اتفاق باحال دیگه که وقتی ما از دیزاین سیستم استفاده میکنیم کمکمون میکنه مقیاس پذیریه یا اسکیلبیلیتی. یعنی که کمک میکنه که اوکی ما اول شاید دیزاین سیستممون مینیمال تره، ولی هر چقدر که محصولمون بزرگتر میشه، نیازمندی به اجزامون بیشتر میشه، ما میتونیم چیزهایی رو به دیزاین سیستم اضافه کنیم که دوباره کل محصولات از اون استفاده کنن. ولی اگه ما دیزاین سیستم نداشته باشیم خیلی برامون میتونه گیج کننده باشه که ما کجا باید چه چیزی رو در چه نحوی استفاده کنیم و منطقا مشارکت خیلی بهتری بین تیم‌ها ساخته میشه. تیم‌های مختلف میتونن از یک دیزاین سیستم مرکزی استفاده کنن، بر اساس نیاز برندشون میتونن تو لایه رنگ و تایپوگرافی تغییر بدن، اما همچنان همه چی به هم یک پارچه است. مثلا احتمالاً دیدید دیگه کل محصولات گوگل از دیزاین سیستم متریال دیزاین گوگل دارن استفاده میکنن. کلی محصول گوگل داره دیگه، جیمیل و کلندر و میت و درایو و کلی اتفاقات دیگه. و یک اتفاق خیلی مثبتش اینه که شما هر جایی هر محصولی از گوگل رو باز میکنی به شما این حس رو میده که جیمیل تم شبیهی به کلندر داره. تجربه‌ای که شما از جیمیل داری با تجربه‌ای که از گوگل درایو داری یک پارچه است، همسوه. و چطور اتفاق میفته؟ قطعا کلی موارد اینجا هست، ولی یکی از مهمترین موارد استفاده درست از یک دیزاین سیستم یک پارچه است. پس من دیزاین سیستم متریال دیزاین رو بهتون گفتم، پولاریس شاپیفای رو گفتم، آنتایتلد یو آی رو گفتم، شرکت آی بی ام دیزاین سیستم کربون رو داره و شرکت های بزرگ مثل اپل، مایکروسافت، اونا هم دیزاین سیستم خودشون رو دارند. حالا سه سوال باحال اینجا پیش میاد. معمولاً بچه‌ای که تازه شروع به کار کردن، یکم براشون این موضوع ممکنه که گیج کننده بشه که خب اگه ما همه از یک دیزاین سیستمی استفاده بکنیم که همه دیزاین ها شبیه هم میشه. و معمولاً یه چیزی که خیلی شایعه در بین دیزاینرهایی که تازه شروع کردند اینه که خیلی دوست دارن یه چیزی از خودشون خلق کنن یا یک سیستم دکمه، باتن و چیزایی داشته باشن که یونیک خودشون باشه و به قول معروف جای دیگه‌ای استفاده نشده باشه. شاید هم باحال باشه، ولی ما باز باید برگردیم به اون نکته مهم که هدف ما چیه. اولا که قطعا دیزاین سیستم هایی که برای عموم پابلیش میشن مثل همون متریال دیزاین قابلیت های شخصی سازی خیلی خوبی به شما میدن. مثلا همین متریال رو من مثال بزنم، توی فیگما پلاگین داره که به شما اجازه میده که خیلی راحت تر صرف این که مثلا رنگ پرایمری تو شما به این بدی، همه رنگ های دیزاین سیستم رو بر اساس رنگ پرایمری شما تغییر بده، یا همینطور تایپوگرافی رو میتونی شما تغییر بدی.
خیلی به شما قابلیت شخص سازی میده، ولی اگه شما از اول بخوای این رو بسازی خیلی خیلی زمان بره. و یه نکته مهم هم هست، اونم اینه که خیلی از دیزاین سیستم ها برای بچه فنی هم کامپوننت فنی توسعه دادن. مثلا همین متریال هم خودش برای فنی لایبرری داره و هم میشه مثلا با MUI که یک فریمورک، یک دیزاین سیستم دیگه ای هست، یه جورایی خیلی راحت این رو بر دیزاین سیستم متریال دیزاین منطبق کرد برای بچه فنی که این رو توسعه بدن. ولی منطقا اگه شما از اول چیزی بزنی خب بود فنیش خیلی سخت‌تر میشه، خیلی زمان گیرتر میشه و چه کاریه؟ ما میتونیم اون اول از یک دیزاین سیستمی استفاده کنیم که آماده است، در گذر زمان و بر اساس نیازمندی که پیش میاد، ما اگر واقعا به جایی رسید که نیاز بشه دیزاین سیستم خاص خودمون رو داشته باشیم میتونیم این رو تغییر بدیم. ولی اینکه از اول یک هزینه خیلی خیلی زیادی بذاریم برای این کار خیلی شاید کار منطقی نباشه. مورد بعدی، سال بعدی اینه که دیزاین سیستم معمولا رایگان یا پولی، جفتش رو داریم. مثلا آن تایتل یو آی شما باید پرداخت بکنید یک هزینه ای رو، ولی مثلا متریال دیزاین رایگان. سال بعدی این که آیا از هر دیزاین سیستمی هر جایی میشه استفاده کرد؟ نه لزوما. مثلا شما از دیزاین سیستم پولاریس شاپیفای عملا خیلی منطقی نیست که از جای غیر شاپیفای استفاده کنی. چرا؟ چون دیزاین سیستم شاپیفای دقیقا توی فضای خود اپ شاپیفای داره کار میکنه. یعنی کاملا جوری که این دیزاین سیستم ساخته شده برای اینه که نیازمندی های اپ شاپیفای رو پوشش بده. برنامه که توی بود فنی اگر اشتباه نکنم امکان استفاده از پولاریس غیر شاپیفای برای دیولپرها به صورتی که آماده باشه فکر نکنم باشه. احتمالا اگر همونا بخوان باید از اول طراحی بکنن، یعنی اونها هم باید کاملا بیان برای بود فنی کامپوننت محور همه چی رو بسازن تا بتونن استفاده کنن. این تیکر رو البته مطمئن نیستم ولی فکر کنم که اینطوری باشه. ولی برای توی خود شاپیفای نه، این آزادی رو دارن که خب رایگان هم است. پس خیلی منطقی نیست از دیزاین سیستمی که منحصر بر یک محصول استفاده شده شما جای دیگه استفاده کنی. البته که میتونی ایده بگیری و دیزاین سیستم شبیه یا المانی که توی اون دیزاین سیستم دوست داری رو به دیزاین سیستم قبلی خود اضافه بکنی. بسیار همالی، این قسمت هم به پایان رسید. قسمت ششم سپیکست. منتظر قسمت های بعدی باشید. اگر تاپیکی براتون جذاب بود که دوست داشتید من دربارش براتون بگم حتما بهم بگید. یک خبر خوب این که من پیج اینستاگرام سپیکست رو هم راه اندازی کردم، آدرسش رو توی دسکریپشن میذارم، حتما فالو کنید و منتظر اتفاقات خفن باشید. مرسی از اینکه گوش دادید. تا درود دیگر، بدرود.